شورای بین‌المللی فرودگاه‌ها ACI. شورای بین‌المللی فرودگاه‌ها سازمانی متشکل از مقامات مسئول فرودگاهی است که هدف اون متحد کردن شیوه‌های صنعتی برای استانداردهای فرودگاهی است. دفتر مرکزی اون ACI World که در سال 1991 تأسیس شد در مونترال کانادا مستقره و اعضای اون نزدیک به 2000 فرودگاه رو اداره می‌کنند. برنامه‌های اصلی شورا شامل افزایش ایمنی اپکس و جوایز کیفیت خدمات فرودگاهی ASQ بر اساس رتبه‌بندی رضایت مسافرانه. شورا در سایر حوزه‌ها مانند اقتصاد، امنیت عملیاتی، کاهش آلودگی ناشی از کربن و حمل و نقل مسافر نیز فعالیت می‌کند. برنامه تجربه آتی در سفر و فناوری Next Experience in Travel and Technologies تردد مسافران بار، چمدان و هواپیما رو با استفاده از فناوری پردازش و تصمیم گیری تعاملی توسعه میده. تاریخچه قبل از سال 1970 فرودگاه‌های جهان توسط 3 انجمن مجزا ساماندهی می‌شدند. شورای بین‌المللی اپراتورهای فرودگاهی AOCI، انجمن بین‌المللی فرودگاه‌های مدنی ICAA، انجمن فرودگاه‌های اروپای غربی WEAA. با توجه به اهمیت فزاینده عوامل خارجی در عملیات فرودگاهی، نیاز به رابطه رسمی با دولت‌ها، خطوط هوایی، سازندگان و سایر طرف‌های ذی‌نفع احساس می‌شد. در سال 1970 این 3 انجمن شورای هماهنگی انجمن‌های فرودگاهی AACC رو به منظور تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعت فرودگاه، گسترش همکاری بین انجمن‌های تشکیل دهنده اون و نمایندگی اونها به طور جمعی با سازمان‌های هوانوردی و سایر ارگان‌های مرتبط ایجاد کردند. تصمیم برای ایجاد ACI در سال 1989 گرفته شد. اساسنامه ACI برای جانشینی AACC در پاییز 1990 تصویب شد و در سال 1991 اجرایی شد. در سال 2011 ACI دفتر مرکزی خود را از ژنو سوئیس به مونترال کانادا منتقل کرد. این تصمیم تا حدی ناشی از این واقعیت که سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ایکائو در مونترال واقع شده. به منظور تسهیل هماهنگی بهتر فعالیت‌های اونها و همچنین فعالیت در کنار انجمن‌های بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا بود که دفتر شورا به همون شهر نقل مکان کرد. در سال 2016 در فرودگاه‌های سراسر جهان 7.7 میلیارد مسافر جابجا شدند و 110 میلیون تن بار و 92 میلیون تردد هواپیما را راهبری کردند. اولویت‌های شورا ACI نشون دهنده منافع فرودگاه‌ها با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند ایکائو. استانداردها، سیاست‌ها و شیوه‌های توصیه شده برای فرودگاه‌ها رو توسعه میده و اطلاعات و آموزش ارائه میده. ایمنی ACI ایمنی رو اولویت اصلی خود میدونه و برنامه‌هایی مانند ایرپورت اکسلنس اپکس رو برای کمک به فرودگاه‌ها برای افزایش سطح ایمنی خود راه اندازی کرده. همچنین انتشاراتی ارائه میکنه که توصیه‌ها و بهترین شیوه‌ها رو برای اپراتورهای فرودگاه تشریح میکنه. در مشخصات طراحی فرودگاه، رویه‌های عملیاتی استاندارد برای فرودگاه‌ها،
فناوری، سیستم‌ها و تجهیزات، سیستم‌های مدیریت ایمنی برای فرودگاه‌ها، مواد راهنمایی ایمنی و آموزش نیز نقش داره. اقتصاد. ACI فرودگاه‌های عضو خود رو تشویق می‌کنه تا کارایی عملیاتی و هزینه رو بهبود بخشن تا هزینه پرواز رو تعدیل کنن و کمبود ظرفیت رو کاهش بدن. امنیت. ACI مواضع سیاستی در مورد مسائل امنیتی که سازمان و فرودگاه‌های عضو رو هدایت می‌کنه تدوین کرده. فناوری اطلاعات. تمام ابتکارات ACI World IT از طریق کمیته دائمی فناوری اطلاعات فرودگاه جهانی ACI که توسط افرادی از فرودگاه‌ها و شرکای تجاری تشکیل شده است هماهنگ میشن و هدف اون تنظیم مجدد شیوه‌های توصیه شده و توسعه دستورالعمل‌ها، معیارها و مواد آموزشیه. محیط. ACI ابتکاراتی رو برای کاهش اثرات زیست محیطی در حالی که از مزایای اقتصادی و اجتماعی حمایت میکنه توسعه میده. ابزارهایی برای کمک به فرودگاه‌ها برای محاسبه انتشار گازهای گلخانه‌ای خود ارائه داده است. به عنوان یکی از اعضای مؤسس گروه اقدام حمل و نقل هوایی ATAG، ACI همراه با سایر انجمن‌های تجاری بخشی از ائتلافی از کارشناسان صنعت هوانوردی که بر مسائل توسعه پایدار تمرکز دارند. ATAG مواضع مشترکی رو در مورد مسائل برای مشارکت در صنعت و فرآیندهای مشاوره دولتی تعریف می‌کنه. تسهیلگری. ACI به فرودگاه‌ها کمک می‌کنه تا مدیریت یا جریان مسافران، چمدان‌ها، محموله‌ها و پست‌های خود رو با ارائه مجموعه‌ای از بهترین شیوه‌ها همراه با فرصت‌های اندازه‌گیری و معیار ارائه شده از طریق برنامه‌های کیفیت خدمات فرودگاهی ASQ بهبود بخشند. اصلاحات فرودگاهی. در سال 2015 ACI یک گروه متخصص در مورد اصلاحات EGS ایجاد کرد که یک سیاست جهانی در مورد اصلاحات‌ها پیشنهاد می‌کنه. جوایز کیفیت خدمات فرودگاهی. ACI جوایز کیفیت خدمات فرودگاهی ASQ رو بر اساس ارزیابی رضایت مسافران تخصیص میده. این جایزه نیز مانند جوایز اسکایترکس یکی از جوایز ارزنده در صنعت هوانوردی که در بخش‌های زیر اهدا میشه. بهترین فرودگاه بر اساس منطقه: آفریقا، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکای شمالی. بهترین فرودگاه بر اساس اندازه: بهترین فرودگاه محلی و منطقه‌ای با تردد 2 میلیون مسافر یا کمتر در سال و بهترین بهبود.